با همراهی شما باید مفهوم نور و پارچه معلوم داریم. وقتی که ما نور میگفتیم پارچه که از یک طرفش محدود است نور نامیده می شود. پارچه اکنون این نور گفته یک طرف محدود یعنی نقطه اولش ابتداش معلوم انتهاش معلوم نیست این آ بود. وقتی که ما درباره پارچه میگفتیم خطی که از دو طرفش محدود است یعنی هم نقطه آ و هم نقطه ب معلوم است این پارچه بود. در متماتیک همین فاصله را با واسطه قوس‌ها نشان میدیم. قوس خرد قوس کلان. مثال من یگان فاصله را انتخاب میکنم مینویسم که فاصله 1.3 در این فاصله معین 1.3 که من نوشتم از دو طرفش قوس خرد نوشتم. من همین میتونم که در 4 حالت تاثیر کنم. این فاصله را من میتونم که قوس خرد از این طرف نویسم از این طرف 3 نویسم اینجا قوس کوادراتی نویسم. من میتونم که همین برعکس کنم این طرف در قوس کوادراتی نویسم اینجا 3 نویسم. من میتونم که این نموده نویسم یک این طرف نویسم 3 این طرف نویسم یعنی قوس را جوشه عوض کردن میگم. این جوی قوس را عوض کردن معناش از چی بود؟ برای اینکه ما معنی همین نفهمیم این مجموع است. مجموع عددهای در بین 1 و 3 خوبنده یعنی در بین عددهای 1 و 3 شما چیزی که میدونید از عددهای بطون فقط عددهای بطون 2 میخوبند. عددهای بطون ما درباره عددهای کسری عددهای دهی عددهای راسیونالی گپ نمیزنیم فقط درباره عددهای بطون. در پایان انن مجموع پایان در نوشتجاتی ماده در مجموع 1 و 3 کدام عدد رو خوب میکنند؟ عدد 1 2 3 عدد رو در بر میگیرند. من اگر با بلو نظارت کنم در بلو قوس کوادراتی اول دست 1 قبول میکنند بعد وای 2 میشود. اکنون این قوس خرد که است 3 را قبول نمیکنند. در بلو این نوشتجات دویم اینجا یکم در قوس عادی است 1 قبول نمیکند از 2 سر میشود اینجا قوس کوادراتی است 3 قبول میکند. در مثال بولو از بس که هم اول هم در آخر قوس عادی است فقط عددی مبین در 2 است 2 را قبول میکند. بینید از همین نوشتجاتایی که من در 4 حالت برای شما نوشتم در هنگام مقایسه کردن شما هم در وقت حل مثال از همین نوشتجات سوال برید که در کدام حالت ها در همه فاصله ها کدام عدد ها موجودند کدام عدد ها موجود نیستند. حالا ما یک مثال رو حل میکنیم. در همین حل مثال همین فاصله بدگی را نشون میدیم. مثال کار میکردگی من شرطش همین که مقدار عددهای بطونی که در فاصله 4 و 60 در فاصله 4 و 60 مقدار عددهای بطونی که در فاصله 4 و 60 داخل بوده با 5 و 6 به واقعیت تقسیم میشوند یافته شود. برای اینکه ما این مثال رو حل کنیم که فهمیم که در همین فاصله مقدار عددهایی که با 5 و 6 به واقعیت تقسیم میشوند چیکار کردن ما لازم است. ما همین فاصله رو مینویسیم فاصله 4 و 60 مینویسیم. اول معین میکنیم که در این فاصله کدام عددها هستند. در این فاصله عدد 4 چطوری که شما میدونید متعلق فاصله نیست. بعد 4 عدد 5 وصول میشود 5 بعد 5 6 بعد 6 7 بعد این 8 بعد این 9 بعد این 10 بعد 11 بعد 12 و اخیرون این دیگر عددها را میپرتیم. اخیرون عددی که در این فاصله است عدد 60 است. 60 رو می‌نویسم. اکنون از همین عددها
نوشتگی که من فاصله را کشیدم کدام عددها در این مجموع واقع است نوشتم. از همین عددها ما عددهایی را انتخاب میکنم که هم به 5 هم به 6 تقسیم میشه. این حالتی که با ما داده شده است هم 5 و هم 6 است. برای اینکه ما هم 5 و هم 6 در علیحدگی هم می‌بینیم جواب یک میشود، در یک جویگی هم می‌بینیم جواب یک میشود. میتونیم که 5 رو به 6 ضرب کنیم، 5 رو به 6 ضرب کنیم، 5 رو اگر ما به 6 ضرب کنیم این عدد 30 میشود. ما میتونیم که از داخل همین عددها فقط عددها رو انتخاب کنیم که به 30 تقسیم میشود. در بین عدد 5 و 6 عدد 30 هست. بعد عدد 30 عدد 31 32 40 50 60 میشه. در همین دو عدد یعنی 30 و 60 همین 30 عدد 30 با 30 تقسیم میشود یک تا، 60 هم با همین 30 تقسیم میشود دو تا. یعنی در همین فاصله دو عددی بودست که هم با 5 و هم با 6 تقسیم میشود. این حالت یکمی که مشموخ گفتیم. ما میتونستم که مثال رو نمودی زیل حل کنم. انتخاب میکنم در اینجا 5 تقسیم میشود با 5. ما همینه می نوشتم 5 با 5 تقسیم میشود یک تا. بالای 5 دیگر الوه میکنم، الوه کنم 10 حاصل میشود. 10 با 5 تقسیم میشود دو تا. بالای 5 الوه میکنم 15 با 5 تقسیم میشود 3 تا. بالای 5 الوه کنم این 20 میشود با 5 تقسیم کنم 4 تا. بالای الوه کنم 25 میشود با 5 تا. بالای اگر الوه کنم 30 میشود با 5 میشود 6 تا. بالای 5 دیگه الوه کنم این 7 تا میشود. بالای الوه کنم 40 میشود با 5 8 تا. بالای 5 دیگه الوه کنم با 5 میشود 9 تا. بالای 5 الوه کنم 50 با 5 میشود 10 تا. بالای 5 الوه کنم 55 با 5 11 تا. 5 الوه کنم اگر 60 میشود با 5 12 تا. یعنی چطوری که ما دیدیم در اینجا هنگامی حل کردن عددهایی را ما انتخاب کردیم که فقط با 5 تقسیم میشود. یعنی همه عددهای با 5 تقسیم شدگی از روی سال ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عدد با 5 تقسیم شده. این با 5 تقسیم شدگی شما نوشتیم. اکنون ما عددهایی را می‌نویسیم که با 6 تقسیم شود. ما 6 را می‌گیریم. 6 با 6 تقسیم می‌شود 1 تا. بالای 6 با 6 می‌گذاریم 12 با 6 دو تا. بالای 12 با 6 می‌گذاریم 18 با 6 3 تا. بالای 18 با 6 می‌گذاریم 24 با 6 4 تا. بالای 6 می‌گذاریم 30 می‌شود 30 با 6 5 تا. بالای 6 می‌گذاریم 36 با 6 می‌شود 6 تا. بالای 6 می‌گذاریم 42 با 6 می‌شود 7 تا. بالای 48 با 6 می‌شود 8 تا. بالای 6 می‌گذاریم 54 با 6 می‌شود 9 تا. بالای 6 می‌گذاریم 60 با 6 می‌شود 10 تا. ببینید باشه در اینجا تقسیمات دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا عدد یک با 6 تقسیم شد. بین همین عددها که ما حاصل کردیم اگر ما نگاه کنیم هم با 5 هم با 6 فقط دو عدد تقسیم میشود. این عددها در مثال 6 60 است، در مثال 5 این عددی 30 است. یعنی از اینجا ما معلوم میکنیم که جوابی مثال ما جواب میشود دو. این معنی اونه که دو عدد هم با 5 هم با 6 در همین فاصله تقسیم میشود. با دقتتون رحمت. اگر سوال باشد در کامنتر درج کنید.